افغانستان امنیت تأمین شده است و امروز که مردم افغانستان در امنیت زندگی میکند، شما تحمل زندگانی مردم افغانستان را در رفاه و امنیت نمیتوانید ببینید. هی از طرف دادگاه الهه شعار بلند می شود و دستور صادر می شود که رهبری امارت اسلامی و قاضی القضات امارت اسلامی باید به محکمه بین المللی کشیده شود. جرم اینا چی هست؟ آیا اینا امنیت تأمین کرده است؟ آیا اینا اقتدار مردم افغانستان را برگردانیده است؟ و جرم تأمین امنیت و جرم برگرداندن اقتدار مردم افغانستان اینا باید محاکمه شود. کل خواندن مردم افغانستان را شما میشناسید و از خود افغانها بهتر و بیشتر شما این مردم را شناسایی دارین که در برابر هر ستمگری، در برابر هر متجاوزی، در برابر هر که در مقابل این مردم زور گفته است ایستاده شده است و هیچ وقتی در این مرحله هم اگر کوچکترین خطای از طرف متجاوزین صورت بگیرد، کوچکترین حرف از طرف اونها در قبال رهبران امارت اسلامی صورت بگیرد، باز هم این مردم در میدان ایستاده است، سینه های این مردم سپر است و این مردم به هیچ وجه به هیچ کسی اجازه نمیدهد که در خاک افغانستان تجاوز شود و به رهبران این مردم بد گفته شود و این مردم رهبران را به دادگاه محکمه بکشانند. سر خم نمی‌کنیم. چرا؟ برای این که اینها پیمان ندارند. مگر کل شما جوان پیر شاهد نیستیم که آمریکایی ها با اشرف غنی بابا پیمان بسته کرده بود، پیمان امنیتی. کجا شد این پیمان؟ برای که کفار پیمان ندارد، عهد ندارد، عقیده و باور ندارد.